در سمت توام دستم باران نفسم. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از قسمت‌های نجم الدین نایت شو. خب ماه مبارک رمضان هست، به همین مناسبت دعوت میکنم بانوی امکان، نقل هر زمان، جذابیتی بی امان، بانو سیدنی سوی. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم و رحمت الله و برکاته. ای جان، از اینکه میبینم اینقدر به این برنامه مسلط هستید واقعا باعث مسرت و خوشبختیمه. خب دیگه سیدنی، نظر خودتو راجع به مهمترین و روحانی ترین ویژگی خودت بگو. به نظر خودم مهمترین ویژگی اینه که همیشه با خدای خودم تو نزدیکترین حالت ممکنم. چی داری میگی؟ بذار جور دیگه ای بپرسم. سیدنی عزیزم، به نظرت مهمترین ویژگیت چیه؟ خب به نظر خودم من قلب بسیار بزرگی دارم و خیلی مهربونم و اینجا چیکار میکنی؟ همونجوری که میدونی اونجا فاصله زیاد بود و من از نزدیک میخواستم بود کنم، یعنی از نزدیک میخواستم صداتون رو گوش کنم. بفرمایید شما ادامه بدید. بله میگفتم در تمام چیکار میکنی؟ به قول شاعر بزرگوار، هرچی میام جلوتر خوشگلتر میشی. میشه برگردید سر جاتون؟ خب به نظرم دیگه شما بینندگان جان تشریف ببرید تا من هم افطار کنم. بفرمایید. الان ساعت 1، افطار مال ساعت 6 عصره. روزک باطل میشه ها. جونم، من عاشق دخترای خارجی هستم که اینقدر مسلط به قواعد روزه هستن. حالا بیا برات بگم دیگه چیا روزه رو باطل میکنه. بیا وایسا. داورهامون به ترتیب سید نجم الدین شریعتی، جناب آقای پزشکیان، جناب آقای سعید طوسی و بانو زلیخا هستند. خب بریم نظر داورها رو به ترتیب بشنویم. جناب نجم الدین بفرمایید. در سمت توام دلم باران، دستم باران، دهانم روزم را با نقد کردن تو آغاز می کنم. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از این نوای سوزناک دل این جوان. پس واقعا این موزیک شقشقیه من رو یعنی تحت تاثیر قرار داد. بفرمایید قربان. میفرماید که جام آقا اصلا من مخالفم. خیلی ممنونم. به سراغ خانم زلیخا میریم. بانو بفرمایید. من صداقتشان را خیلی دوست داشتم. می توانند برده به شدت خوبی باشند. خب نوبتی هم باشه نوبت آقای نجم الدین. جاتون رو عوض کردید؟ بنده رو میفرمایید خیر. من که میدونم شما جاتو عوض کردی، ولی خب شما هم نظرتو بگو. به نظر بنده بانو زلیخا به شدت امشب جذاب و هات شدن. جون میده که روزه رو براشون باطل کنم. این نظر لطف شماست عالی جناب نجم الدین جون. خب ممنونیم از شرکت کننده عزیز. میریم سراغ داورها. آقای نجم الدین بفرمایید. آقای نجم الدین، خانم زلیخا کجایید؟ بله، چی کار داری اینقدر صدا میکنی؟ نمیخواید رأی بدید؟ برادر من خوشم نیومد. یه زبدر خودتون بدید، من دستم بنده. من هم همینطور. منظورتون اینه شما هم خوشتون نیومد؟ نه میگم دستم بنده منم، ولی از اجراش خوشم اومد. چراغ سفید برید در طرف من. بله، میریم سراغ داور بعدی. آقای پزشکیان بفرمایید. والا قربونت برم، من دیگه الان شقشقیم به هم خورده. زودتر تمامش کنید بریم پی زندگی.